من باز تمرین عضلات شکم رونالدو رو زدم و عضلات شکمم در حال انفجاره. معروف به یکی از گودهای فوتبال و فیزیک تیکه پارش. این تمرین توی لول دیگه است. تمام چیزی هم که نیاز داری زمین خداست. که شروعش با 20 تا لگ ریز. شونه ها مقداری با زمین فاصله داره و پاها کاملا صافه. پا به صورت کامل بالا و پایین میاد. استراحت کوتاه و بعد میری واسه 40 تکرار هیل تپس متناوب. یعنی هر طرف 20 تا. شونه ها روی زمین نیست. خم شو و با دست پاشنه پا رو لمس کن. یه استراحت کوتاه دیگه و میریم واسه 20 تا سویت کیسز. بالا تنه و پایین تنه رو همزمان به صورت کامل میکشی و بعد خم میکنی توی سینه. مطمئن شو که بالا تنه و پایین تنه تو هیچ پوینتی برخوردی با زمین ندارن. بعد یه استراحت کوتاه و مستقیم میریم واسه البو تو نی کرانچز. برو تو پوزیشن دراز و نشست و آرنج رو برسون به زانوی مخالفه. عضلات شکمم اینجا دیگه آتیش بود، ولی هنوز یه حرکت مونده تا این روتین تموم بشه. قراره 40 تو تاچز انجام بده. پاهاتو بالا صاف نگه دار. بیا بالا و سعی کن انگشتای پا رو لمس کن. دیوونه کننده ترین قسمت این سکانس اینه که این تازه یه راند. قراره استراحت کنی و واسه 4 راند تکرارش کنی.